دوستان یه بار من گفتن که چرا پادکست درست نمی‌کنی یا لایو مثلا نمی‌کنی. گفتم اولا من چیزی برای ارائه ندارم، من نه از صدای خودم خوشم میاد نه از سیمای یه گزارشی که گفتم مثل که خیلی مورد علاقه واقع شد، به این علت حالا تشویق شدم این موقع یه چیزای دیگه هم بگم. خب امروز اینجا الان فیلیپین هستیم و 36مین المپیاد جهانی زیست‌شناسی در حال برگزاری است. تقریبا آخرشه، بچه‌ها آزمون‌ها رو دادن و ما هم نمره‌ها رو چک کردیم و مدریشن تعدیل رو انجام دادیم. امروز در جلسه مجمع عمومی گزارش لیتوانی ارائه شد. لیتوانی سال آینده میزبان المپیاد زیست‌شناسی 37مین المپیاد زیست‌شناسی هست و گزارشی که داد خیلی جالب بود به نظر من. همه چیزهایی که اطلاعاتی که ما نیاز داشتیم یا اعضا نیاز داشتن این ارائه داد. حتی شماره تلفن‌های مثلا جاهایی که نیاز هست، خطوط پروازی که میاد، کجا اسکان پیدا میکنید، اینم برنامه روزانه‌تون و این کارا رو میکنید. اینم تعداد سوالات و یه سایتی هم معرفی کرد، آماده کرده بودن از قبل که ما سوالاتی رو به نظرمون میرسه برای المپیاد اونجا آپلود کنیم مثلا. یعنی دقیق انجام شده بود و هتل اقامت و حتی مخارج رو کاملا برآورد کرده بودن و دلار نوشته بودن. خب یادم افتاد که در سال 2018 ما المپیاد زیست‌شناسی برگزار کردیم. خب بعد از در 12 سال انتظار که نوبت ما شد، ما تا تقریبا نمیدونم تا زمستون بود کدوم ماهش بود نمیدونم، واقعا نمیدونستیم این اصلا برگزار خواهد شد نخواهد شد. 10 نامه مرمن نوشتیم، جلسات مختلف نوشتیم، رفتیم شرکت کردیم با افرادی که فکر میکردیم که ذی‌نفوذ هستن و میتونستن کمک کنن. هر سال خدمت شما که رفتیم صحبت کردیم و در جلسه‌ای که سال قبلش مثل همین جلسه‌ای که گفتم برای لیتوانی در المپیاد جهانی برگزار شد، ما اونجا گفتیم که بله ما دانشگاهی که هنوز قرار میزبانی لیتوان ما باشه پیدا نکردیم. احتمالاً دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود یا دانشگاه مثلا تهران خواهد بود که البته در شهید بهشتی برگزار شد. یادم هست که از خانوما فوراً به واسطه که شنید دانشگاه آزاد اسلامی و خب خیلی هم خوبه ما بیان ببینیم که در واقع اسلام دانشگاه اسلامی چگونه اداره میشه و المپیاد برگزار کنه. یعنی فکر کرده بود که این دانشگاه اسلامی هست. بله تا تقریبا زمستون بود که اصلا هیچ نه بودجهش تامین شد، نه جاش تامین شد، نه دانشگاهش تامین شده بود. ولی خب بالاخره به طور معجزه‌آسایی همه چیز رو به مثبت پیش رفت، به طوری که در آخر سر طبق برآوردی که بازرسان المپیاد همه جا میکنن و اونجا هم بازرسی رو انجام دادن، بعدم گزارش دادن که تهران و این المپیاد بهترین المپیادی است که فکر کنم 29مین بود. تا این 29 تا این المپیاد بهترین المپیادی بوده که تاکنون برگزار شد و این رو کسی هم مقاله نوشت و یه جمع چاپ شد و تحت عنوان تهران بهترین. خلاصه ما خواستم اینطور بگم بدون امکانات پیش میری و سرانجام بهترین کار رو ارائه میدی. البته من در اون المپیاد تا وقتی که شروع کار المپیاد بود خب فعال بودم برای برگزاریش، منتها به محضی که جلسات شروع به انجام شدن کرد و طرحان سوالات مشخص شد، من دیگه پامو کشیدم کنار و همون نقشی که الان دارم اون موقع هم داشتم. یعنی من در واقع هماهنگ کننده کشورم بودم در المپیاد جهانی المپیاد زیست‌شناسی 29 که در تهران برگزار شد. یعنی مثل همه کشورهای دیگه ما هم نشستیم سوالا رو ترجمه کردیم و بحث کردیم مثل که اینجا میکنیم. تهران هم همین کار کرد. یعنی من در برگزاریش نقش زیادی نداشتم، فقط در
آمادگی چه قبل از اون خب خیلی فعالیت کردیم، خیلیش هم بیهوده بود.